اگه میتونستی با پول یه گوشی مدرن یه مدل قدیمی‌تر ولی قوی‌ترشو بخری، کدومو انتخاب می‌کردی؟ خیلی الان دقیقاً سر همین دوراهی گیر کردن. گلکسی A35 و گلکسی A54 که شاید یه نسل قدیمی تر باشه ولی ممکنه سخت افزار بهتری داشته باشه. اگه تو هم نمیخوای پولتو الکی حروم کنی، این مقایسه رو از دست نده. سلام، من سامی هستم و اینجا دیجیاتوره، جایی که با هم دیگه دنیای تکنولوژی رو میچرخیم، بررسی میکنیم و یاد میگیریم چه گوشیایی بیشتر به کارمون میاد و مناسبه. اگه اولین بار اینجایی، خوش اومدی. حالا بریم سر اصل مطلب. خب از نظر طراحی و ظاهر گلکسی A35 چون تازه واردتره یه ذره قیافش مدرن تره، لبه‌هاش صافترن و دوربیناش مثل سری S جدا جدا روی پنل پشتی طراحی شدن. پشتش هم شیشه‌ایه که بالاتره، فریمش پلاستیکیه و خبری از فلز نیست. گلکسی A54 هم تقریبا میشه گفت همینه، اونم پشت شیشه گوریلا گلاس داره و فریمش پلاستیکیه، یعنی از لحاظ متریال یه جوری تو یه لولن. هر دوشون هم IP67 دارن، یعنی اگه هوا بارونی بود میتونی با خیال راحت تماسات جواب بدی. از نظر نمایشگر گلکسی A35 صفحش یه ذره بزرگتره، 6.6 اینچ سوپر آمولد با نرخ نوسازی 120 هرتز. گلکسی A54 هم سوپر آمولد داره، اونم 120 هرتز، فقط اندازش کوچیک‌تره، 6.4 اینچ. از نظر کیفیت تقریبا جفتشون یکی ان، روشنایی جفتشون خوبه، زیر نور خورشید میشه باهاشون چت کرد، تو تاریکی هم چشم آدمو اذیت نمیکنن. بریم سراغ پردازنده و سرعت این دوتا گوشی که بخش حساس ماجرا اینجاست. هر دوشون یه چیپست دارن، اگزینوس 1380، یعنی مغز داستان یکیه. حالا فرقش چیه؟ گلکسی A54 حافظه داخلی سریعتری داره. این یعنی تو باز کردن برنامه‌های سنگین گلکسی A54 یه نیم ثانیه زودتر از گلکسی A35 عمل میکنه. رم گوشی‌ها هم هر دوتاشون میتونه 8 گیگ باشه. بریم سراغ دوربینا. دوربین اصلی جفتشون 50 مگاپیکسل با OIS، یعنی لرزشگیر آپتیکال دارن و عکس‌ها تار نمیشن. یه دوربین فوق عریض 12 مگاپیکسلی و یه ماکروی 5 مگاپیکسلی هم دارن. تا اینجا تفاوتی نیست. ولی از نظر دوربین سلفی اینجا گلکسی A54 بهتره، چون سلفیش 32 مگاپیکسله، در حالی که گلکسی A35 یه دوربین 13 مگاپیکسلی داره. اگه استوری باز یا سلفی باز باشی، گلکسی A54 بیشتر به دردت میخوره. از نظر باتری و شارژ دهی هر دوتاشون باتری 5000 میلی آمپری دارن با شارژ سریع 25 وات، یعنی یه روز کامل کارتو راه میندازه، مگه اینکه صبح تا شب بخوای پابجی پلی بدی که اونم دیگه حتی بعضی از گوشی‌های پرچم دارم کم میارن. اگرم یه موقع بین دوتا گوشی گلکسی A35 و A36 و یا بین دوتا گوشی گلکسی A55 و A56 هم نمیدونی کدوم یکی رو انتخاب کنی، دوتا ویدیوی جداگانه توی دیجیاتور هست که کاملتر مقایسهشون کردیم. میتونی اون ویدیوها رو که لینکشون توی دیسکریپشن گذاشتم و ببینی تا انتخاب بهتری داشته باشی. حالا اگه بخوایم طبق چیزایی که گفتیم جمع بندی کنیم که بین گلکسی A35 و گلکسی A54 کدوم یکی رو باید انتخاب کنی، باید بگم اگه گوشی جدیدتر با طراحی و تازه تر میخوای و سلفی برات مهم نیست، گلکسی A35 گزینه خوبیه. البته این نکته هم توی پرانتز بهت بگم که از نظر آپدیت نرم افزاری و امنیتی هم گلکسی A35 بهتره. ولی اگه میخوای یه گوشی پخته تر با حافظه سریعتر و سلفی خفن تر داشته باشی، گلکسی A54 هم هنوز ارزششو داره. حالا تو بگو گلکسی A35 یا A54؟ توی کامنت ها برام بنویس ببینم کدوم رو انتخاب میکنی. و یادت نره اگه از ویدیو خوشت اومد لایک رو بزنی و دیجیاتور رو سابسکرایب کنی. خدا نگهدار.